قاعده 181. در قاعده 181 این است که حکم کسی را که بغیر از شریعت الهی حکم میکنه بشناسیم. یعنی بسیاری کسا هستند که شریعت الهی را دور میکنن و به عوض از یک قانون ساختگی که انسان ها او را ساختن او را جاگزین میکنن. حکم از اینا چی هست؟ کسی که بغیر از شریعت الهی حکم میکنه دو قسم میباشه. دو قسم است. قسم اول از اینا کفر اعتقاد است که کافر میشه و کفر اعتقادی. اینا کدام مردمایی هستن؟ اینا یک عالم است از علمای بسیار بزرگ است، امیر در 6 بخش تقسیم کرده. اول وقتی که میگه پرسانش کنی که چرا تو به عوض شریعت الهی قانون وضعی که انسان ها رو ساختن که او ضد شریعت الله هست چرا تطبیق میکنی؟ این میگه که حکم حق بودن حکم الله و رسولش مطلقا انکار میکنه. میگه حکم الله و رسولش که است، یه حق نیست، این درست نیست، ما را قبول نداره. وقتی که این جمله را میگه به این اساس قانون وضعی را اختیار میکنه، این کفر اعتقاد میشه. دوم کسی است که حق بودن حکم الله و رسول انکار نمیکنه، بلکه حکم غیر الله را از حکم الله بهتر میدانه. این قسم دوم شد. فهمیدی یعنی؟ قسم اولش بیخی مطلق انکار میکنه شریعت الله را، قسم دومش انکار نمیکنه بلکه میگه که او درست است و هم خوب است، خوی حکم انسان که از قانونی که انسان ساخته ای از او کده بهتر است، موافق با عصر ماست، خوبتر است و قانون که است به مو عصر بود و این انسان با این گپ خود کافر میشه. چرا؟ قانون انسان از شریعت الله کده برتری داره. قسم سوم است که میگه نه، ما اردوش مساوی است دیگه، یا مساوی است یا مساوی است، من اختیار کردم. پس اگر انکار کنه یا برتر بدانه قانون وزیره و یا هم مثلش بدانه ارسش یک حکم داره. قسم چهارم است که میگن او بهتر نیست. من نمیگم که قانون ساخت انسان از او که بهتر است، بلکه من میگم که این قانون که است جایز است که با این قانون چی نقص داره؟ با این میگه خودم کافر میشه. چرا این جایز نیست؟ این حلال دانستن چیزی که الله حرام کرده. پس میگه که با این هم جایز است. پنجم قسمشی است که همین قسم که شریعت مرجع به کتاب و سنت داره، شریعت هم خون از کتاب گرفته شده، از قرآن و سنت گرفته شده. این قوانین هم که از خود مرجع دارن، پس ما این مطابقت میکنیم. این هم در کفر داخل میشه. و ششم قسمی که کافر میشه کسی است که به عوض شریعت الهی قوانین قبیلوی رو تطبیق میکنه. فهمیدی یعنی؟ میگه ما صاحب قرآن رو نقل میکنیم قبول، اینجا ما امو گپای چی رو میکنیم؟ چیزی که قانون رواج قبیلوی ما هست. ما قصاص قبول نداریم، ما عوض قصاص بد میگیریم، 3 تا دختر. فهمیدی یعنی؟ ای کسا هم که هستن چی هستن؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. این هم از عادات کفار است. در صورتی که کسی از این 6 قسم مطابق از این 6 قسم کسی اینی 6 عقیده را داشته باشه، این کافر میشه به خاطر تطبیق قانونش. دوم قسمش کسی است که کفر عمل است. کفر عملی چی را میگن؟ که گناهکار میشه لکن کافر اعتقادی نمیشه. کفر عملی به خاطر از این میگه که انسان از ملت اسلام خارج نمیکنه. او کدام قسم چی هسته؟ او این قسم است که مثلا یک کس است در رأس قدرت قرار داره، خلیفه مسلمان ها هست، مثلا هارون رشید یا مامون رشید یا مثلا دیگر خلفای معتصم بالله اینا. پس این شخص شریعت الله را نافذ کرده. متوجه هستید؟ اصل شطر شریعت اسلام نازل شده، اما خود این شخص در محاکم، در حکومت، در کل جای شریعت الله نافذ است، لکن خود ازی عملا در بعضی از احکام
تنبلی میکنه، مثلا شراب میکنه. خلیفه خیز چی کرد؟ شراب خورد یا زنا کرد یا مثلا زمین یک کس را غصب کرد. پس اینجا یا مثلا اموال بیت المال را گرفت برای اقارب خود داد. این حکم کرد به غیر ما انزل الله در قسمت چی؟ نفس خود. پس این کافر نمیشه، کفر عملی هست. از این خاطر عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه که دمی که میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، این عالم میگه که این همان مطلب است که عبدالله بن عباس گفته. چی است؟ یک عالم است به نام الباحث فی القرآن و سنه، علی بن نایف الشحود، در کتاب خود اقوال علما را نقل کرده. بازی میگه که این کفر دون کفری را میگن، یکی کفر است، یکی کفر دون کفر. ایست که انسان کافر نمیشه اما گناهش خطرناک است. او است که چی است؟ یعنی که این کفر دون کفر یعنی کفر نیست که از ملت خارج نمید، ولی این یکی از کبایر است، مثل زنا، نوشیدن شراب و غیره. این عقیده اهل سنت همی است که مرتکب گناه کافر گفته نمیشه. حال مشکلی است که در جامعه امیر خلط کردن. فهمیدین؟ خلط کردن. حاکمه که شریعت الله را بخی حذف کرده و میگی ارزش نداره، بازور هم دمی داخل میکنه. فهمیدی؟ یعنی بعد از که خلافت اسلامی سقوط کرد، در جهان اسلام چی شد؟ حکام طواغیت که وابسته به خارجی ها هستند. متوجه هستین؟ بعد از خلافت در جهان اسلام همیشه که شما سعی کنین حکومت های آمده که یا وابسته به چی بودن؟ به خارجی. اگر وابسته نبودن او را نماندن. اگر مسلمان ها در یک منطقه یک نظام که مطابق شریعت الله حکم بکنه، او اگر یک جای قائم شده او را زود چی کردن؟ از بین بردن. اما نظامایی که 30 سال و 40 سال یک کس پادشاهی کرده و یا رئیس جمهور بوده، یا نظامایی که همیشه یا چی شدن، وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد جهان اسلام تقسیم شد، نصف کشورهای شوروی گرفت و نصف دیگه‌اش هم اروپا و امریکا بین خود تقسیم کردن. پس در هیچ کشور بیرق اسلام بالا نشد. این بیرقایی که بالا کردن و به نام اسلام میگن که جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی عربستان و جمهوری اسلامی کنن، یا فقط خاک به چشم مردم زدن است. پس اینا آل حاکم طاغوت است. در بسیاری کشورها با چی کردن؟ اینمی درسا را بیخی قطع کردن سر علما. بالای سرش کلاشینکوف مونده که این درسا را دادن همید. از کتابتان بکش. فهمیدی؟ حتی در بسیاری کشورها این موضوعات حتی از کتاب‌های اسلامی چی شده؟ کشیده شده. به خاطر از اینکه حاکم طاغوت است. در دادن ظلم است، خشونت است. اینه میگید شما چرا میگین؟ در حالی که کسی که موافق با شریعت این الحکم الا لله، از این خاطر چیز است. این حال انسان مسلمان باید ایره بفهمه و فریب نخوره که یک وقتی ببین که یک کسی کافر میشه و نمیفهمه که من کافر